Сайдамир Мирзоев ронандаи ин воситаи нақлиёт дар бастани пеши рӯи сел дар дарёи Ёсу ин рӯзҳо серкор мебошад. Ба он нигоҳ накарда ки сел дар ҳаракат асту шасти ҷараёни об барои гузаштан ҳар лаҳза хафнотар мегардад, бо маҳорати баланди ронандагӣ Сайдамир воситаи нақлиётро идора мекард ва мо имкон ҳам пайдо намуда аз ҷараёни сел аз миёни дарё ин кадрҳои ҷолибро сабт кардем, ки рафти корҳои пешгирии селро наздиктар инъикос намоем. Майдони корзори Сайдамир ва ин ҳамкоронаш миёни дарё аст. آنها برای آنکه سیل از ساحل نبراید اینجا پریکوب میسازند. این انشاءات را ساختمانچیان همین گونه نام میبرند. پریکوب سمت مجرای دریا را تغییر داده ساحل را امین نگاه می‌دارد. انشاءات مذکور در این خطه دریا در مساحت 500 متر ساخته می شود. در دوره مشق غیر نقشه‌ای با جلب قوا و واسطه‌های نظام یگانه دولتی ناحیه واسع عاید پیشگیری و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی سمت مجرای این خطه دریا را تغییر داده برای تامین مستحکمی این ساحل دریای یاقسو روزهای 17 تا 19 اپریل این چاره‌بینی‌ها ادامه یافتند. در اساس امر رئیس ولایت خاطر در راه تشکیل و گزارش مشق غیر نقشه‌ای با جلب قوا و وسایل نظام یگانه در سطح ولایت در حدود ناحیه وسع گذراندن مشق غیر نقشه با جلب قوا و وسایل مکانیزه طریقه ولایت توسط کارهای پیشگیری شده رفته ایستاده است. در مشق غیر نقشه‌ای قوا و واسطه‌های زیرنظام‌های وظیفوی و حدودی نظام یگانه دولتی عاید به پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده ناحیه واسع اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه واسع فعالانه شرکت ورزیدند. طبق نقشه معین گردیده در دوره این مشق خط آبیاری پاکت 58 در دهات گلستان تازه کرده شد. توسط این خط آبیاری آب دریای 5 از ناحیه همدانی به اینجا جاری می‌گردد. این زمان در جماعت دهاتی گلستان قرار داریم که در نزد پایگاه کشی لیلینیک این خط آبیاری پایگاه کشی لیلینیک میباشد. این زیاده از 1600 هکتار زمین‌های خرم آبیاری میشوند. ما توزیع نموده ایستادیم. قریب 2.5 کیلومتر سایل مستحکم کنی رفته ایستاده است. چخیلی که رفته دیدیم تکنیک و تمام قوا و کاربری رفته ایستاده است. ما نقشه داریم که در دوام موسم آبیاری زاکر زبراب را به انجام رسونیم. طبق اطلاع اداره بهداشت زمین و آبیاری درازی این خط آبیاری 3.5 کیلومتر را تشکیل داده با تازه نمودن آن از لای و لایقه‌ها سطح آبیاری زمین‌های کشاورزی نظر به سال‌های گذشته خیلی بهتر می‌گردد. که امروز روزی دوم مرحله دوم گذراندن مشق غیر نقشه‌ای است و چکل شما خود شاهد هستید در با واسطه قوا و واسطه‌های زیرنظام وظیفوی نظام یگانه با روزهای بارانی نگاه نکرده تازه کردن سوی کانال زابرها در حدود ناحیه واسع و اینچنین کارهای سویل بندی در حدود ناحیه واسع با جلب قوا و واسطه‌های زیرنظام وظیفوی نظام یگانه اداره دولتی بهداشت زمین در حدود ناحیه واسع رفته ایستاده است. از روی اطلاع مسئولین اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه واسع و شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ناحیه واسع در موسم بهار از ماه مارس تا نیمه دوم ماه اپریل سال 2025 از دریای یاقسو 6 مرتبه گذشت سیل به قید گرفته شد که از این سه حالتش نهایت خفناک گذشته با زیرکی و هوشیاری و سری وقت اندیشیدن تدبیرهای سری وقتی پیش روی آن گرفته شد. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید